ما رمضان میآید، تجاری ما چی میکنه؟ تجاری ما نرخا بالا شد. امروز یک نرخ است، سبا رمضان است که میری دیگه نرخ است. از کجا بالا شدی؟ ای مسلمان، به الله قسم در مورد امتحان الله قرار داری، خبرداری یا نه؟ مال به چند آورده ای؟ امروز تو 5 روپه و 10 روپه بالا کردی. چرا بالا کردی؟ به خاطر که رمضان اومد، مردم رمضان خوب گرفته نتونه، برای خود یک افطاری را خریده نتونه. به این خاطر روزی قیامت پیش الله رفته نیستی. الله از پیشت سوال میکنه. این امتحانت است، امتحانت است. بنی اسرائیل در روز شنبه ماهی در سر دریا می آمد که می دیدی دریا پر از ماهی بود. امتحان بود، امتحان که تو باش بنی اسرائیل چی میکنه. حیله ها جور کردن، حیله ها، لیکن انجام شادی ها شد. مسلمان بدانی ای دکاندار در این مسجد که حاضر هستی در نرخ تغییر نبیه، مالی که به کدام قیمت آوردی به مون نرخی که ثابت میفروختی، بلکه 1 روپه 2 روپه به خاطر رضای الله تخفیف بده، تخفیف بده. لیکن در آخر رمضان محاسبه که من برات ضمانت میدم ان شاء الله که سودای تو زیاد شده یا سودای کسی دیگه، فایده تو زیاد کرده یا کسی دیگه کرده. تو پابند دین الله شو. عظمت رمضان